یو سلام دوستای عزیز، سپر پامناری هستم با یه ویدیو دیگه به چنل خودتون خوش اومدید. لگو قول اسباب بازی دنیا. بچه شرکت لگو رو حتما میشناسید. شرکت لگو شرکتیه که قول اسباب بازی سازی دنیاست و تو این ویدیو میخوام بریم یه نگاهی به تاریخچه لگو داشته باشیم که از کجا شروع شد این شرکت لگو و چطوری شد که الان بهش لقب قول اسباب بازی سازی دنیا رو دادن که نه فقط واسه بچه‌ها و بلکه واسه بزرگسالا هم اسباب بازی تولید میکنه و خیلی از اکشن فیگورایی که لگو میسازه حتی میلیارد دلار قیمتشونه و تو بازار معامله میشه. پس تو این ویدیو میخوام بریم نگاهی به تاریخچه شرکت لگو بندازیم. پس همین الان چنل منو سابسکرایب کن، این ویدیو رو هم لایک کن که بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. نریم. در 7 آوریل سال 1891 در روستایی به نام فیلسکوف در دانمارک پسری به دنیا میاد که اسمشو میذارن اوله. 1891 دانمارک. بچه لگو از دانمارک بسیار شلوغه اما بسیار هم فقیره. دقیقاً ثبت نشده. میدونستم دانمارک یا سوئده. تا برادر نمیدونستم خواهر دقیقاً داشته. کدومه. پدر خانواده به زور داره این خانواده رو میچرخونه. 13 تا. بچه چه آدمای موفق همشون تو کودکی و کوچیکی فقیر بودن. نمیدونم چه، اگه میدونید کامنت کنید. یک برادر بزرگتر داشت به نام 13 تا بچه با پدر مادر میشه 15 تا، یعنی قشنگ تیم فوتبال میشه و سعی میکرد کارهای اونو یاد بگیره. کریستیان باعث شده بود که اوله تقریبا یک نجار باشه. برای همین وقتی اوله در سن 17 سالگی دیپلمش رو میگیره، میره تو شهر نزدیکشون به نام بیلوند و تو یک کارگاه نجاری کار میگیره. با وجود اینکه بچه بود اما چون الفبای کارو میدونست استخدامش میکنن. اوله 5 سال تو این کارگاه به نحو احسن کار میکنه. بچه پس اول نجار بوده. و این پول کافی بعد حالا الان لگو با پلاستیک میزنن. چه باحال بچه ها. الان فکر کنید شما مثلا تو ایرانید، دارید مثلا یه بچه این سن کار میکنید، بعد چند وقت میتونید پولاتون رو جمع کنید کارگاه بزنید؟ نه. تو این کارگاه شروع میکنه میز و صندلی ساختن و فروختن. تو همین دوران هم هست که با یک دختری آشنا میشه به نام کریستین. دختره رو باش ازدواج میکنه. چرا خودش بزرگتره؟ پشت سر هم صاحب 4 تا بچه میشه. چقدر اون زمانا بچه می آوردن. برخلاف پدرش برای هزینه‌های زن و بچهش در مضیقه نمیمونه، چون یک نجار خوبی شده و چیزهایی هم که میسازه میخرن. اوله همیشه بچه‌هاشو با خودش میبرد کارگاه. پدر آدم اگه فقیر باشه احتمال اینکه شما پولدار بشید بیشتره. کارگاه بودن و اوله برای چند دقیقه میره بیرون که یه کاری بکنه. یکی از بچه‌ها باعث میشه که کارگاهی که همه جاش پر از خورده چوبه آتیش بگیره. آتیشی که خیلی سریع پیشرفت میکنه و کارگاه چوب آتیش بگیره هیچی دیگه، چند دقیقه کل زندگیت میسوزه. هیچ از بچه‌ها صدمه نمیبینن ولی کارگاه اوله از دست میره و تمام زحمتی که کشیده بود زندگیش بود. میشه. اون مجبور میشه تو خونه شروع کنه کار کردن، چون میز صندلی‌های خوبی میساخته و میخریدن. بالاخره بعد از چند سال و جمع کردن پولهاش موفق میشه یک کارگاه دیگه بزنه. اما سال 1929 فقط یک سال بعد وقتی به سال 1930 برسیم رکود بزرگ شروع میشه. آره، فروپاشی اقتصادی دنیا بود. وال استریت هم اون خیلی رکود کم بود. 2 سال بعد یعنی در سال 1932 همسر اوله هم از دنیا میره، یعنی بچه‌ها بیمادر میشن و از این خانواده باقی میمونه یک پدر کم پول که 4 تا بچه کوچیک داره و دوران رکود بزرگ هم هست، یعنی حتی نمیتونه یک کار بگیره که کار کنه. اون تو خونه میمونه با این بچه‌هایی که هنوز خیلی کوچیکن و میخوان بازی کنن. اوله پولی نداره که برای اینها وسیله یا اسباب بازی بخره. بیکار اسباب بازی هم در اون حد بود. چوبایی که تو خونه داشته شروع میکنه اسباب بازی ساختن برای بچه‌هاش. مثلا نگو اصلا هدفش این نبوده فکر کنم اسباب بازی بسازه بفروشه، مثلا بچه‌هاش ساخته و بچه میتونه بشینه روش و با یک طناب بکشنش. اینو هنوز هم شرکت لگو میفروشه. اینو هنوز هم میفروشه شرکت لگو. بچه‌های همسایه‌ها وقتی این اسباب بازی‌ها رو میبینن به مادر پدرشون میگن ما هم از اینها می‌خوایم. چون بچه‌ها نمیدونم حالا نمایندگی لگو تو ایران هستش یا نه، ولی وقتی اینجا مثلا نمایندگی لگو میرید بچه‌ها خیلی توش زیاده. یعنی مثلا یه نمایندگی مرکزیش برید میتونید تا روزها توش بگردید و این اسباب بازی هم توش هست. همین
این اردک بیناموسه که داره میکشه اینم توش هستش و من دیدم. و بعضی از اسباب بازیاش اکشن فیگوراش که باید بسازی قیمتاش مثلا قیمت میکردم مثلا من میگفتم 20000 یورو 30000 یورو. تازه این اکشن فیگورای معمولیش بود. اون لیمیتد ادیشن ها اونایی که تو مثلا تعداد خاصی میزنن مثلا فقط 10 تا زدن به $1,000,000 هم میرسه و طرفدارای پراپاقرصی داره. خیلی هستن که طرفدار همین اکشن فیگورای لگو هستن. من بچه‌ها طرفدارش نیستم. اگه طرفدارشید واسه من حتما کامنت کنید. بدونید که دهه 1930 و اسباب بازی برای کودکان اصلا وجود نداره. اسباب بازی خیلی لاکچری بود دیگه. و میگن از این اسباب بازی ها میفروشی برای بچه‌هامون بخرین؟ اونم میگه آره بخواین براتون درست میکنم. سفارش میگرفتم مادر پدرها. باعث میشه که اوله از میز و صندلی سازی کشیده بشه به اسباب بازی ساختن. اسباب بازی ساختن خیلی ظریف‌تره. خیلی ظریف‌تره. فکر کنم مثل اینقدی بسازی. اصلا نمیشه با میز و صندلی مقایسش کرد. توی شهر تقریبا این کارگاهو میشناسن و اون برای کارگاهش هم یک اسم میذاره. لگو. حالا چرا لگو گذاشت؟ لگو از یک اصطلاح دانمارکی میاد که در اصل لگوته که اگر ترجمه کنی میشه خوب بازی کردن. خوب بازی کردن. این اسمی که انتخاب کرده بود به لاتین یک معنی جالبی هم میداد، اما اوله نمیدونست که این معنی رو داره. لگو به لاتین یعنی من به هم وصل کردم یا من کنار هم گذاشتم. درست همون چیزی که لگوها بعداً تبدیل شد. ولی در این دوران آره خب همه لگو رو بچه‌ها به این خونه سازش میشناسید که این حالت آجر مانندی تو هم میره. به قول چیزی که این گفتش من به هم وصل کردم یا همچین چیزی به هم وصلشون میکنه. همه لگو رو به اون میشناسه. پلاستیکی وجود نداره و این اسباب بازی هایی هم که تولید شده همه چوبیه. اون تا 9 آوریل سال 1940 به کوب کارش رو ادامه میده. 10 سال و کارشون همین بود. اسباب بازی چوبی رو میده تو بازار. اما همین آب باریک هم به هم میریزه، چون در همین روز ارتش آلمان نازی وارد دانمارک میشه و در عرض چند ساعت کل دانمارک رو اشغال میکنه. آره خب دانمارک ارتش نداشت، چند ساعت گرفتش. تبدیل میشه به منطقه جنگی و همیشه توسط دشمنان آلمان بمباران میشه. اوله این بار خونش رو تو بمباران از دست میده هیچی. اون کارگاه کوچیکی هم که کنار حیاط درست کرده بود بدبخت این آدم یه بار سوخت، زنش مرد، شکم خونش رو تیش گرفت. برای همین بدبخت بوده. کار گیر بیاره. حتی برای آلمانی ها هم شده کار کنه تا بتونه بچه‌هاشو سیر کنه. اما 5 سال میگذره و این نمیتونه یک کار درست حسابی گیر بیاره. بالاخره در سال 1945 بعد از شکست آلمان ها دانمارک آزاد میشه و مردم دوباره شروع میکنن به کار و فعالیت. خیلیاشون از صفر، چون بیشتر کشور نابود شده. اوله هنوز تو فکر لگوه و باور داره که این طرح موفق میشه. اما جنگ تازه تموم شده و چوب خیلی گرونه. دلیلش هم این بود که کل کشور باید بازسازی بشه و همه احتیاج به چوب و مواد ساخت و ساز دیگه دارن. خوبیش این چوب خورده هم لازم داره. چوب کوچیک کم میتونه بگیره. اما چوب داره گرونتر میشه. و یک چیز دیگه اینجا که پلاستیک سویچ زد بچه رو پلاستیک. دستگاه تزریق پلاستیکه که تازه اختراع شده. اوله تمام سعیشو کرد که پولاشو جمع کنه که بتونه یه دونه از این دستگاه‌ها بخره و بالاخره این یارو چقدر بدشانسه. این هر موقع پول جمع کرده یه گوی خورده، اون بیزینسش اون چیزی که باشه خریده بچه‌ها به باد فنا رفته. کارگاه اولیش، خونه‌اش، زنش، کارگاه دومیش، همه چیش. اون اولین کسی در دنیا بود که این دستگاه تزریق پلاستیک رو میخره فقط برای ساختن اسباب بازی. در صورتی که هر کسی تو دنیا اینو میخره برای تولید قطعات پلاستیکی دیگه است. اولین اسباب بازی پلاستیکی که از کارگاه اوله میاد بیرون یک خرسه. خرسی که کاملا از پلاستیک ساخته شده. بعدش یک تراکتور میسازه. اون موقع جدید بود اسباب بازی پلاستیک. مجبور میشه قطعات مختلف بسازه و بعد سر همشون کنه. مثلا تایرها جدا، رینگ‌ها جدا، اکسل‌ها جدا، فرمون جدا. الان هم همینه. تراکتورها رو سر هم میکنه. اما یه دفعه یک فکری میاد تو کلش. میگه خب چرا من اینها رو سر هم کنم؟ یک سرگرمی دیگه برای بچه‌ها درست میکنم. قطعاتو میذارم تو یک جعبه و میفروشم که بچه‌ها خودشون سر هم کنن. اسم این تراکتورم میذاره فرگوسن رو شنیدم یاد سر الکس فرگوسن افتادم. این ایده موفق میشه و همه پدر مادرها دوست دارن اینو بخرن که بچه‌هاشون سر هم کنن. ایده کوچولو بود. بچه میبینه یه ایده فوق‌العاده کوچیک به چه جاهایی رسید. یه ایده فوق‌العاده کوچیک
همین دیگه، اگه ایدهتون خوب باشه همون میشه ایده میلیون دلاریتون. جای تزریق پلاستیک باعث شده بود که اوله هر جور میخواد تیراژ تولید رو ببره بالا. مثل چوب نبود که هر دونه کلی زمان میبره برای ساختش. آره خب فرت و فرت از سال پلاستیک 1949 تا سال 1954 اوله موفق میشه 100,000 تا فرگوسن یا همین تراکتورها رو بفروشه. اون میدید که ایدهش به بار نشسته و سعی میکرد نوآوری کنه. آره خب نباید حتما تراکتور بمونه. یک اسباب بازی دیگه به غیر از تراکتور بسازه که دوباره با استقبال بچه‌ها روبرو بشه و شرکتش یک لول بره بالاتر. در همین دوران پسر بزرگ اوله به نام گاتفرد حسابی کمک پدرش میکنه و در اصل مرد شماره 2 کارخونه لگوه، یا بهتره بگیم کارگاه لگو، چون اون موقع کوچیک بود. پدر و پسر مرتب دارن با هم حرف میزنن که چه اسباب بازی دیگه بسازیم. یه دفعه تو مغز اوله یک چیزی جرقه میزنه. برمیگرده به پسرش میگه اگر میخوای یک ساختمون بسازی به چی احتیاج داری؟ آجر، سیمان. ما باید آجر بسازیم. آجرهای پلاستیکی که به هم وصل میشه. اینجا لگو از همینجا اومد. ایده این آجرها. پسرش هم میگه چه طرح جالبی. همه لگو رو به همین آجرها میشناسن. پسر خبر نداشتن که قبلا این طرحو یکی به ثبت رسونده. یک کارخونه انگلیسی به نام کیدی کرافت. لگو این آجرها رو میسازه. طرحی که دقیقاً مثل طرح کیدی کرافته. کیدی کرافت وقتی میبینه یکی دیگه طرحشو دزدیده، سری میره شکایت میکنه چون ثبت اختراع دست اون بوده. اما ثبت اختراع یک همچین چیزهایی خیلی پیچیده است. میتونه سالها توی دادگاه بالا پایین بره. یعنی یک قطعه مشخصی نیست. مثل این میمونه که یک رقص رو کپی رایت کنی. بیشتر از 30 سال اینها تو دادگاه بکش واکش دارن. 30 سال؟ و بالاخره در سال 1984 موقعی که هم اوله هم صاحب کیدی کرافت سالهاست از دنیا رفتن، دادگاه لگو رو محکوم میکنه 45,000 پوند بده به کیدی کرافت. 45,000 پوند هیچه. دادگاه تشخیص داد که طرح اولیه برای کیدی کرافت بوده و لگو بدون اجازه استفاده کرده و اینم جریمه‌شه. اما این 45,000 پوند برای لگو هیچی نبود. چون میتونست به تولیدش ادامه بده. ولی ما اینجا اومدیم جلو و در دهه 80 باید برای ادامه داستان برگردیم عقب، به زمانی که اوله هنوز زنده است. در سال 1955 وقتی لگو جهانی شده، گاتفرد پسر اوله میاد به باباش ایده جدید میده. میگه به جای اینکه فقط آجر بسازیم، بیایم بسته‌بندی‌های مختلف بسازیم. یه جورایی مثل پازل. مثلا یک خونه کامل رو قطعاتشو بسازیم و بذاریم تو جعبه بفروشیم. یعنی هر چیزی که یک خونه میخواد برای تکمیل شدن ما بسازیم. همین کار که هنوز هم دارن این میکنن. لگو رو شیرین‌تر میکنه. با وجود اینکه بیشتر بچه‌ها نمیتونستن تکمیل بسازنش چون واقعا کار سختی بود. در اینجا بزرگ‌ها هم وارد بازی میشدن که خونه یا چیز دیگر رو تکمیل کنن. نگاه کنید مثلا لگوهای چند هزار تیکه اینجوریه دیگه بچه‌ها. حتی لگو الان انقدر پیشرفت کرده که چند تا کارتون لگو هم ساختن. فکر کنم نزدیک 7-8 تا کارتون لگو هم ساختن. ایده خوب همینه دیگه، بالاخره میگیره. بالاخره ایده خوب میگیره. وقتی میرسیم به سال 1958 اوله در سن 66 سالگی سکته قلبی میکنه و از دنیا میره. البته اون به آرزوش رسیده بود چون عظمت شرکتش رو دید و از دنیا رفت. یه نجار ساده بود بچه. پسر اولش یعنی گاتفرد شد مدیر عامل شرکت و با همون راه پدرش شروع کرد رشد کردن. اون در اولین قدم سعی کرد کیفیت آجرها رو ببره بالاتر که راحت به هم نصب بشن و راحت هم از هم جدا بشن. برای این کار احتیاج به قالب‌های با کیفیت داشت که هر کدومش پول زیادی می‌خواست. البته شرکت به جایی رسیده بود که میتونست این پولو بده. لگوهایی که ما امروز میشناسیم که با کیفیتن و راحت به هم نصب میشن، طرحش در سال 1959 اومده. گاتفرد یک قانون جالبم تو شرکت لگو میذاره. میگه هیچ کس حق نداره که این طرح آجرها رو عوض کنه. یعنی چه لگویی که الان ساخته میشه، چه لگویی که 50 سال بعد ساخته میشه، فکر کنم اندازه‌شون عوض و به هم نصب بشه. و واقعا هم همینطوره. 65 سال این قطعات داره ساخته میشه. یعنی شما اگه لگوی 65 سال پیشو داشته باشید میتونید با لگویی که الان برید مغازه بخرید اینجوری مچش کنید و آجراش رو هم دیگه سوار میشه. این نشون میده چقدر
پایدار بوده، یه ایده خوب باشه اصلا لازم نیست عوضش کنی، همون ادامه میدی. هنوز جهانی نشده. مثلا تو اروپا و آمریکا دارن استفاده میکنن. وقتی به دهه 70 میلادی میرسیم، گاتفرد تصمیم میگیره لگو رو جهانی کنه و شروع میکنه شعبه زدن تو بیشتر کشورهای جهان. این کار باعث میشه که بچه‌های همه دنیا لگو رو بشناسن و عاشقش بشن. بعد از این لگو تبدیل میشه به یکی از بزرگترین شرکت‌های دانمارک و بزرگترین شرکت اسباب بازی ساز دنیا که همه جا شعبه داره. قشنگ تو همین لگو میتونه اقتصاد دانمارک رو بچه بچرخونه. حساب کنید اسباب بازی کل دنیا رو بخواد بزنه. جالبه که بدونید امروزه هم لگو یکی از بزرگترین کارخونه‌های اسباب بازی دنیاست. گاتفرد تا سال 1995 یعنی وقتی به سن 75 سالگی میرسه مدیریت لگو رو به عهده داره، اما در این سال از دنیا میره و پسرش به نام جلد مدیریت شرکت رو به عهده میگیره و لگو به نسل سوم خانواده منتقل میشه. در دوران مدیریت جلد بدشانسی و اشتباهاتی پشت سر هم اتفاق میفته و بیشتر این اشتباهات تقصیر جلد بود و خود شرکت، چون میرفتن از شرکت‌های اسباب بازی ساز دیگه شکایت میکردن و میگفتن این طرحی که تو زدی مال ماست و تو بیشتر این دعاوی بازنده میشن و تمام خسارت‌ها رو بایستی شرکت لگو میداد. بری شکایت بکنی آخرم ببازی. وکیل‌های لگو پول در میآوردن، خود لگو داشت پول از دست میداد. این باعث شد که خود جلد تصمیم بگیره استعفا بده. بهترین کارو کرد. مدیر لایقی نبود. بعد از این یک نفر رو استخدام میکنه و به عنوان مدیرعامل شرکت میذاره اونجا. اولین مدیرعاملی که جزو خانواده نیست، مردی به نام یورگن ویگنوتستورپ. جلد آدم خوبی رو انتخاب کرده بود که هم مدیر خوبی بود و از ریسک کردن هم نمیترسید. اول از همه اسباب بازی هایی که لگو ساخته بود و خریدار آنچنانی نداشت رو از تو بازار جمع کرد و محدوده محصولاتشون رو کوچکتر کرد، اما محصولاتی باقی موند که همه پرفروشن. درستش هم ببینم. باید بدونید که یورگن در سال 2004 مدیر شرکت شده بود، سالی که بازی‌های کامپیوتری داره تازه جا میفته. جی تی سن آندرس اون سالا اومد. یورگن هم داره سعی میکنه لگو رو وارد این بازی‌ها خدایش من اون سالا اگه می‌خواستم انتخاب کنم بین لگو یا جی تی سن آندرس 100% جی تی سن آندرس انتخاب کردم که هم بازی لگو بتمن رو بسازه، هم لگو بازی استار وارز. بهترین کاراش همین همون بود. جنگ ستارگان. باشون قرارداد بس بازیشون رو ساخت، فیلمشون رو ساخت. بهترین همین بود. و تو یک دنیای لگویی بازی داره اتفاق میفته. در اون زمان خیلی خوششون میاد و این بازی ها معروف میشن. Lego Batman the video game coming fall 2008. یورگن با این کارش باعث شد که شرکت لگو یک پله بره بالاتر. یک پله، من میگم 10 پله رفت بالا. دیگه هم کرد. اون سعی کرد فیلم لگو رو هم فیلم لگو رو گفتم. فیلم لگو سال 2014 اومد. فیلمی که 500 میلیون دلار برای شرکت لگو سود داشت. خوب فروخیم فیلم. یورگن تا سال 2017 مدیریت این شرکت رو به عهده داشت و بعد بازنشسته شد و ایشون جانشینش شد. نیلز کریستیانسن. فکر کنم الانم بعد جانشینش همون باشه. که در این زمان 25% لگو دست خانواده اوله است و 75% بقیه هم توسط این شرکت سرمایه‌گذاری دانمارکی خریده شده. فقط 25% دست خانواده اصلیه. ولی 25% سهم کمی نیست برای خانواده. آره ولی خب 50% هم نیست، یعنی لگو هنوز که هنوز، یعنی وقتی باید حداقل 51% مثلا یه شرکتی یا یه آدمی سهم داشته باشه تا بتونه بگه که آقا من بزرگترین سهامدار این شرکتم و تمام تصمیم‌ها رو من میگیرم. یعنی من اگه مثلا یه شرکتی و 51% سهامشو داشته باشم، بیشتر از نصفشو، در واقع من صاحب اون شرکتم، چون بیشترین سهامو دارم، میتونم تصمیمات نهایی رو بگیرم. رشده همین امسال یعنی سال 2024 لگو وارد یکی از محبوب ترین بازی های دنیا شد. چه بازی؟ لگو فورتنایت. بچه من فورتنایت بازی میکنم، برید تو پلیلیستم بازی فورتنایت من آنلاین بازی میکنم هم ببینید. خیلی کم یک شرکت به این قدیمی میتونی پیدا کنی که فقط یه نوع تولید داره اما هر روزم در حال رشده. واقعا هنوزم داره رشد میکنه. یادتون میاد در سال 1924 کارخونه اوله آتیش گرفت، اما اون ناامید نشد. دنبال یک راه اگه ناامید میشد که الان هیچ. آلمان نازی اومد بدبختش کرد، اما اون باز کوتاه نیامد و انقدر تلاش کرد که بالاخره موفق شد و یک امپراتوری خانوادگی را انداخت.
برای همینه که میگن زود از هدفتون دست نکشید و ناامید نشید. درست میگم بچه، زود از هدفتون دست نکشید، ناامید نشید. خب دوستای عزیز، این بود از تاریخچه شرکت لگو. با هم دیدیم که چی شد اصلا، لگو از کجا اومد، چه پستی و بلندیایی داشتش و چطوری از هیچ تبدیل شد به یکی از بزرگترین شرکت‌های اسباب بازی سازی دنیا. امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تو دیسکریپشن هم که وارد میشید 2 تا لینک میبینید. لینک کانال تلگرامی منه که حتما عضوش بشید. دومیش لینک اینستاگرام منه، اونم فالو بکنید. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خداحافظ.